بچه‌های عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آماده اید یه دیکته باحال دیگه بنویسیم؟ بچه‌های گلم، دیکته امروزمون اسمش هست دیکته آینه‌ای. میدونید چطوریه؟ بچه‌ها، من کلمه‌ها رو برعکس برای شما نوشتم. یعنی شما به یه آینه احتیاج دارید تا شکل درست کلمات رو ببینید. پس کنار موبایلتون یه آینه قرار بدید یا موبایلتون رو ببرید نزدیک آینه و شکل درست کلمات رو توی آینه ببینید و بعد توی دفترتون بنویسید. منتظر دیکته‌های قشنگتون هستم. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.